در دوام سوالم این است که سوال داده بدستن آیا مرد وقتی بیمار می شود زن اونا بگیم لباس هاش آماده میکند و تا بگیم حاجت خانه هاش بگیم که یاردمش میکند، یا اینکه زن بیمار شود مرد همین کار بکند، آیا هنگام کاری خیر است یا چی است؟ همین ما درباره خوبی با خلق الله چه صحبت کردیم و با صحبت میکنیم که از روایتی که اومدگی است حضرت جابر بن عبدالله میفرماید و خیر الناس انفعهم للناس، میگه مؤمن خودش یک دوست داشتن است و خوبی کردن و یک رفتاری نیک است. یعنی که یک مؤمن همون است که دوست می‌دارد و او را دوست داشته می‌شود و خیری نیست در انسانی که نه دوست بداره یک نفر و یک نفر او دوست ندارد. و خیر الناس و بهترین مردم هم است که انفعهم للناس، که مثلا که فایده ترش چی فایدهش زیادتر باشه برای مردم. روایت طبرانی است. دیگر حدیث اومدگی هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله پرسیدن، این طبرانی ذکر میکند، گفتن که بهترین مردم کی است؟ به سوی الله پاک گفتن که چی است؟ فایده رسان، همون آدمی که فایدهش زیادتر میرسد به سوی خلق الله. و وقتی که الله در روایت بیهقی نیز اومدگی است که الخلق عیال الله، خلق در نگاه بینی الله هستند، پس بهترین خلق به سوی الله من احسن الى عیاله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله، کما قال نبی صلی الله علیه و آله. دوست داشته ترین خلق به سوی الله همون نفر است که دوست خوبی کنه به سوی عیالش. یعنی که خوبی کردن با خلق الله، رفتاری نیک کردن، مثلا که چی شوهر با زن باشد، زن با شوهر باشد، که در دیگر حدیث های هم زیاد اومده هست که با خلق الله حاجت یک نفر برآوردن، مثلا در حدیث صحیح میگه که حاجت یک نفر میبرد، یک نفر میسازه که هم وقتی که همسرش بیمار میشود اون حاجت داره به یاردم با اون خوبی میکند و نیکی میکند. این یکی از علامت های این است که علامت های الله اون بنده را دوست میدارد، خاصتا با مسلمان هایی که مثلا که با تقوا هستند و کوشش میکنند که نماز خوان باشند مثلا و همین اخلاق قطعی رفتار میکند. این یکی از علامت های چی؟ فاحب الخلق است، دوست داشتن خلق به سوی الله است. اون انسان علامت های نیکی هست، این در اون انسان در اون خیری دیده می شود که با خلق الله فایدهش میرسد. و خلق الله فرق نداره اون شوهر خودش هست یا که زنی خودش هست یا که دیگر نفرها هست، اما به خاطر زنی بگیم که همسری خودش که زنی خودش که با ثوابش زیادتر است، که اون چون که از انسان نزدیک اون است و اون وقتی که از حاجت اون همسری خودش غالبا به خبر میشد، چون که در همون خانه در همون اهل عائله یک جایی که هستن و بعضی نفرها هستن که شوهر خی به همسرش بیمار باشد مثلا میخواد که اگه یاری کند دیگر از مردم شرم میدارد یا که مردم اونا بگیم مذاق میکنن سخریه میکنن. این جایز نیست است، چون که هست حالت همون عائله را هم مرد خودش میفهمد و هم اهل عائله خودش میفهمد مثلا. به همین سبب که هست دیگر اون نفرها نباید مذاق کنن، اون حالت فهمیدن بکار است. الله پاک تقوا و توفیق نصیب بگرداند و عمل کردن و شنیدن به این حدیث را نصیب روزی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.